دختری از کوروش کبیر خوشش می اومده. میره و بهش میگه آقا من از تو خوشم اومده، صادقانه بگم عاشقت شدم. کوروش کبیر یه نگاهی بهش میندازه و میگه به نظرم برادرم گزینه مناسب تریه واسه تو، چون از هر جهت که حساب کنی اون از من بهتره. اتفاقا پشت سرتم وایساده. دختر سریع برمیگرده پشت سرش رو نگاه میکنه، میبینه کسی نیست. میگه پس کو برادرت؟ کوروش کبیر بهش میگه اگه عاشق واقعی بودی هرگز پشت سرتو نگاه نمیکردی. میخوام بگم وقتی عاشقانه کسی رو دوست داریم هرگز نباید بذارید کسی از غیر حواس شما رو نسبت به اونی که دوستش دارین پرت کنه، چون عشق تمامیت خواهه، چون عشق یک خواهه.